شاه دوشمشیره، افسانه، تاریخ و رازهای یک مسجد متفاوت در کابل. در قلب کابل، جایی که رودخانه خاموشانه از میان شهرها میگذرد، بنا ایستاده که نه شبیه مسجدهای دیگر است و نه داستانش مانند روایت‌های معمول تاریخی. اینجا مسجد شاه دوشمشیره است، نامی که بوی جنگ می‌دهد و ساختمانی که بوی اروپا می‌دهد. اما حقیقت چیست؟ آیا واقعاً جنگجوی با دوشمشیر در اینجا به خاک سپرده شدند؟ و چرا این مسجد با این معماری عجیب در کابل ساخته شده؟ امروز پرده از افسانه و واقعیت برمی‌داریم. با عرض سلام و درود خدمت شما بیننده های عزیز و برنامه دیگری از آوای کهن شما را خیر مقدم گفته امید که دارای صحت و عافیت باشید. امروز میپردازیم به داستان دیگر و روایت دیگر که بیشتر از شما با آن آشنا هستید و شاید چندین بار به دیدار آن رفته باشید که شاه دوشمشیره می باشد. از شما میهن دوستان تقاضا میکنم که لطفا این ویدیو را لایک نموده و چینل ما را سابسکرایب نموده. فصل اول، شاه دوشمشیره کی بود؟ برای فهم این مکان باید به بیش از 1300 سال قبل برگردیم، یعنی در سده 7 میلادی، زمانی که اسلام به سرزمین‌های خراسان و کابل رسید. روایت‌های محلی میگویند سردار مسلمان یا جنگجوی مسلمان وارد این منطقه شد. نام او در منابع رسمی تاریخی ثبت نشده، اما در حافظه مردم کابل او به شاه دوشمشیره مشهور شد. چرا؟ زیرا گفته میشد هنگام نبرد دوشمشیر در دست داشت و در همان جنگ در همین نقطه شهید شد. قابل یادآوری است در هیچ منبع معتبر کلاسیک عربی یا خراسانی نام مشخص و قطعی این شخص ثبت نشده است. بنابراین شخصیت شاه دوشمشیره بیشتر ریشه در روایت‌های فولکلور و باورهای محلی دارد تا اسناد قطعی تاریخ. مسجد کرونی چه زمان ساخته شد؟ ساختمانی که امروز می‌بینیم مربوط به قرن هفتم نیست. این بنا در دهه 1920 میلادی در زمان پادشاه اصلاح طلب افغانستان یعنی امان الله خان ساخته شد. امان الله خان پس از استقلال افغانستان در سال 1919 پروژه بزرگ برای مدرن سازی کشور آغاز کرد. او معماران خارجی را دعوت کرد سبک‌های اروپایی را وارد کابل نمود و خواست چهره تازه و پایتخت بدهد. مسجد شاه دوشمشیره یکی از نمادهای همین دوره است. آسیای میانه کارشناسان معماری آن را متأثر از سبک باروک اروپایی می‌دانند. برخی نیز میگویند طرح آن از مسجد ارتاکوی استانبول الهام گرفته است. این مسجد نشانه از یک دوره کوتاه اما جسورانه در تاریخ افغانستان بود، دوره‌ای که کابل می‌خواست مدرن شود. سوال مطرح می‌شود: آیا قبل از آن چیزی اینجا بوده؟ در پاسخ میتوان گفت بله. منابع تاریخی نشان میدهد پیش از ساخت بنای فعلی در همین محل یک زیارتگاه یا مسجد قدیمی تر وجود داشته است، یعنی این مکان پیش از دوره امان الله خان نیز مقدس شمرده میشد. پس ما با دو لایه روبرو هستیم: لایه افسانه قرن هفتم، لایه معماری قرن بیستم، و این دو روی هم تاریخ امروز را ساختند. سالهای جنگ و بقا. کابل دههای سخت را پشت سر گذاشت. جنگ‌های داخلی، تخریب‌ها، بی‌ثباتی‌ها. اما مسجد شاه دوشمشیره همچنان ایستاد. در سالهای اخیر نیز چندین بار مرمت و بازسازی شد
تا این بنای تاریخی حفظ گردد. امروز این مسجد محل برگزاری نماز جمعه، زیارتگاه مردمی و یکی از شناخته شده ترین نمادهای شهر کابل است. باید گفت که آیا این روایت افسانه است یا حقیقت؟ شاید ما هرگز ندانیم آن مرد دوشمشیر دقیقاً کی بود. شاید نامش در کتاب‌های تاریخ گم شده باشد، اما نامش در ذهن مردم زنده است و گاهی آنچه یک ملت را شکل می‌دهد فقط اسناد تاریخی نیست، بلکه داستان‌هایی است که نسل به نسل نقل می‌شود. مسجد شاه دوشمشیره فقط یک ساختمان نیست، فقط یک زیارتگاه هم نیست. این بنا تقاطع سه چیز است: افسانه، اصلاحات سیاسی و هویت شهری کابل. در کنار رودخانه میان گذشته و حال هنوز ایستاده است و شاید از ما میپرسد آیا تاریخ را فقط باید خواند یا باید آن را احساس کرد؟ اینجا مکان است که روایت میکند از آمدن اسلام به این دیار، روایت میکند از جنگ در راه دین و جهاد و همچنان روایت میکند از این که چگونه فرد تنهایی توانست این گونه اسطوره ساز شود. شما با آقای کهن همراه هستید. با یک هموطن خویش قرار داریم و از تجربه های شخصیش میپرسیم که در اینجا به چی منظور آمده و این که در این را به دستگی شنیده. خب سلام و وقت شما بخیر. سلام علیکم، شما خوب هستین؟ بخیر، سلامت باشین. خب بزرگوار، میشه بگوین که اول در رابطه به این مکان چه شنیدین و چرا اینجا آمدین؟ اینجا ما میاییم بعض اوقات چون دوستای خدا بر ما بالای ما حق دارن، چون در راه خداوند متعال اینا سر دادن، آمدن جهاد کردن، بر رضای خدا کردن تا ای که این ساعه در گذشته مثال بودیزم بوده یا هر چیز بوده مسلمان شدن
دیگه. وقتی که اینا از برکت اینا همینقدر کسایی را که میبینیم مسلمان ها را اینا سر دادن تا اینا اسلام آوردن دیگه. اینا حقشان بالای ما است. باید ما هر کسی بیا یک دعای به حق از اینا باید شود، یک سوره خوانده شود یا چیزی. بسیار گپ خوب است، چرا که از برکت از اینا برای ما چیز شد و ما هم باید یک چیز برای از اینا ببخشیم. مثال یک چیز بخوانیم، یک چیز به حقشان، چون اینا از همه چیز دیر شدن. مثلا از مادیات دنیا، از اولاد دیگه اینجا آمدن برای رضای خدا جهاد کردن که ما و شما امروز میبینیم این نتیجهش کلی این مسلمان ها. چقدر مقبول. یعنی برادر بزرگوار ما اینجا تشریف آوردن به این که به حق یک مسلمان دیگه دعا کنه، او هم هر مسلمان نی، مسلمانی که با سعی تلاشش کوشش کرده که اسلام گسترش بده و افراد بیشتر به اثر تشریف آوری کامیاب در آخرت شوند. خب آیا دلیل هست که شما اینجا آمده باشین همچنان به این که دعا کنین یا چیز بخواین از اینا؟ خواست که از همه خواست ها از جانب الله متعال برآورده میشه، چون همه چیز پیش او است. باز الله متعال کسایی که در راه از او به حساب در راه حق تماما عمر خود سپری کردن، یعنی بر علیه به خاطر نفس خود اونا تلاش نکرده بودن که معرفی شوند، عزت طلب باشن، جاه طلب باشن. اونا کسایی بودن که در راه حق بودن و امو فیض و فیضات نور الله متعال با امو زحمت های کونا کشیدن در شانشان. این ما شما حال هم میبینیم امو رحمت و فیض و فیضات برشان از جانب الله عطا شده، یعنی یک روابط خوب با الله داشتن. ما هم میاییم به مثال اینجا که میاییم یک دعا گفته اول میکنیم، دوم دیگه میشه که بنده ها اشتباه زیاد است، مشکلات زیاد است. باز هم هر خواست که است از جانب الله است و یک روی اگر بندازن دوستایشه، به خاطر که خودش تو صد سویه نداره، گناهکار است. باز هم امی بهتر است که ما از الله بخوایم. اینجا که میاییم امی ارزش دادن دوستای خدا باعث میشه که الله متعال بر ما هم یک چیز، یک فیض و فیضات و برکت بر ما همینجا چیز میشه. چرا که اینجا جای مکان است که هر کس میان قرآن شریف میخوانن، هر کس میان یک ذکر و یک چیزی که میکنن اینجا امو رحمت زیاد اینجا میباره. باز هر کس میان یک چیز برش میشه تا جای اینجا، چون مکانای مقدس یعنی هست. مثال کعبه شریف در کره زمین مقدس ترین جای کعبه شریف است که اونجا فرض میکنیم همگی ما شما میریم اونجا بگیم مقدس است مکان. باز همچو یعنی کعبه شریف اگر که نیست ها اینجا یعنی یک چیزه، اینجا هم فیض و فیضات میباشه که خود نور قرآن شریف وقت خوانده میشه برکتش در اینجا هست، یا نماز همون جای مسجد خودش یعنی مقدس تر است نه؟ یا بعضی جایی که مردم تر چیز کردن به خاطر دوستایش دیگه. همونطور یک چیزی که ما میفهمیدم براتون گفتم و هر کس تلاش بکنه که امروز عمل قرآنی بداشته باشه، یعنی تأکید زیاد به این است که ما قرآن شریف میخوانیم به خاطر از این است که ما از این یاد بگیریم زندگی کردن. ما امرش الله متعال چیزی که در قرآن شریف است امور باید ما عملی بکنیم. امروز که یک تعداد از مسلمان ها متوجه عمل قرآنی نیستن، اونا صرف متوجه ازی شدن که میخوانن و مثال حفظ هم میکنن، اما در عمل مثال زبان ما زیاد متوجه باشیم دروغ نگوییم، کدام لقمه حرام نخوریم، به حساب در همه امورات ها دقیق باشیم، چون الله حاضر و ناظر ما را میبینه و الله متعال از قلب های ما آگاه است. در نیت ما کدام دید بد، کدام نظر بد بر دیگر
مسلمانان نداشته باشیم، بدبین نباشیم، چون امور الله متعال میبینه. از لسان کرده، از زبان کرده، بر نیت و عمل ما متوجه است. الله متعال امور حساب میشه، محسوب میشه. یعنی روز محشر آمدنی است، هر کسی عملش حساب میشه. هر کسی آمده برای امتحان خدا میده. مثل که از الله متعال در قرآن شریف هم از الست بربکم ما قدر آیت ها را حفظ صحیح نکردیم. خب آسان اوجه به آیات ما خدایتان هستم، مرا قبول دارین. بازوجه الله متعال گفته روحا را، مثلا بازوجه روحا را، یعنی یکی در زمین، پس اونا میگه قالو بلا، مثلا ما بله. باز یکی از روحا امتحان میگیره در این زمین. پس ما هیچ کس به کس ارتباط نداره، هر کس عملش مربوط خودش میشه و خودش جوابم روز محشر میده. هیچ کس به کس نگوه کی به ما تو کرده و اگر کرده هم کس به کس ظلم کرده، حقش خورده چیز. این خب پیش الله متعال جزایش میده. قاضی است، عادل است، همه صفاتش ما و شما باور داریم که همتر است. زیاد آشیا نریم. شما گفتیم که ما گناهکار هستیم، این شک نیست. جز انبیا گناه معصوم هستند، سایر انسان ها همه گناه را خواه‌مخواه، خواسته دانسته یا نادانسته بالاخره مرتکب میشن. یعنی شما به نظر شخصیتان فکر میکنین که اگر به همچون جایای ما نبیاییم، خود ما مستقیم به خدا دعا کنیم قبول نمیکنه؟ میشه. چه نیاز به زیارت؟ به باورها است. با کدام باور درسته؟ باوره که ابو پیشتر شما گفتین این بسیار باور بالا و خوبش است، میخوبه. بله. اگر اطلاع بتانه بازیجه به خاطر که ما از دوستایش راه میخوایم یاد بگیریم. این روش را که اونا انجام دادن ما هم یاد بگیریم. امو رقم بسیار ممنون. اونا مثال اینقدر کار کردن که مثال فرض میکنیم هر چیزی که امر الله بود و بدون چونه چرا، بدون گپ امر عاجل انجام دادن. مثال نه، اونا راه را دیدن و ما هم باید از اونا یگان چیز یاد بگیریم، از کسایی که راه بلد است. صحیح؟ چقدر مقبول. از کسایی که تانسته قرب خدا را حاصل کرده و کسایی که هم میخواهند او را قربش حاصل بکنن، باید از کسایی که قرب حاصل کرده ببینه، الگو بگیره، او را برای خود باز امور را تعقیب بکنه. بسیار مقبول، موافق هستم. یعنی کسایی که به خدا نزدیک شده، راه خدا را یافته، از دنیا و مادیاتش گذشته، ما راه اونا رو ببینیم و خود به خدا نزدیک بسازیم. یک سوال دیگه مطرح میشه. یعنی زندگی نامه از بر ما یک پند است، یک الگوست، دی واقعیت است. اما بعد از اینکه فوت کردن، یعنی به نظر شما درست است که ما رو واسطه قرار بدیم برای دعای خود، یا ای که می خود خداوند قسمی که در قرآن کریم میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. یعنی معنیش میشه که اگر بنده های اسراف کردن در گناه، از حد زیاد شده، هنوزم ناامید نشین از درگاه من، خداوند یک جا میبخشه. یعنی سوال ما خلاصه میکنیم، بهتر نیست که ما زندگی نامه از اینا رو تطبیق کنیم و خود ما پیش خدا بریم، اینا رو واسطه نکنیم؟ بله، اول یک انسان باید سالم شود، قلب خدا حالتش بیاره به سلیم سالم شود. اینا تلاش میکنن چقدر وقت که پاک شود. در یک جای پاک الله متعال به حساب در یک جای پاک نظرش هست یا هست همون ارتباطش. صحیح نه؟ اینا آمدیم سر امی که شما گفتین اینجا مهمی است که یک کسی که فاصله داره، یک کسی که نزدیک است، نه یک کسی که با گناه خود دیوارها را ایجاد کرده، تاریکی ها را آورده، پرده ها را آورده، دور شده. صحیح نه؟ این باید اول علمی چیزای خود جبران بکنه. چگونه؟ با تقوا، با پر علمی خود روزه که است، ماه مبارک رمضان. این ماه مبارک رمضان که است به خاطر تقوا است. تقوا چی است؟ پرهیزگاری. اول انسان از خداوند میترسه، بعد از او پرهیز میکنه. اونجا که میگم نه آیت شریف پیشتر شما هم گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. اینجا میگیم که این کتاب مثال از جانب الله متعال توسط جبرئیل امین به حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نازل شد. پس در این شک نکنیم و این کتاب هدایت است. برای کی است؟ برای کسی که از خدا بترسه. بعد از او که از خدا ترسید بازی پرهیز کرده میتونه. اگر از خدا نترسه پرهیز کرده میتونه.
اینجا پرهیزات و این یک قلب ارتباط یک قلب پاک سلیم. بعد از او بازی قلب منیب میشه که رجوع به خدا میکنه. انسان وقت رجوع به خدا میکنه که پاک شود. صحیح است؟ اما اینجا گدوت که باشه یک دفعه اوجا هر لحظه تسلیم شده نمیتونه. وقت پاک شد تسلیم هر لحظه به الله متعال میتونه شود. هر لحظه که تسلیمم نه، اما تو نه که یک لحظه تسلیم باشه، هر لحظه که تسلیمم در کارگاه تقدیر میگه آرامتر از آهو بیباکتر از شیرم. هر لحظه کنم تدبیر در کار، رنج از پی رنج آورد زنجیر از پی. اینو بر خاطر گفتم که ما مسلمان ها باید هر لحظه تسلیم به الله متعال باشیم. میتونه نمیشه که یک لحظه باشیم یک لحظه نه. چیزی که خودت گفتی اضافه شد در خیلی مقبول. یک جان تشکر از معلومات مفیدتان، از نظریات نیک. سلامت باشید. خب هموطنان عزیز، با یک هموطن دیگه ما در خدمت شما قرار داریم. چقدر وقت میشه که به این زیارت میایین و چرا میایین؟ اینطور است که ما قصدار از هستیم به خاطر از اینکه از برکت قدوم میمنت عظیم و برکات ما و شما مسلمان شدیم. او ما و شما به خاطر از اینکه امی ابراز از اینکه از قدم مبارک از جاگانی ما و شما یک بت پرستی بودیم که طول در سطح کره جهان از ما و شما که بت پرست نبود. پدر و نیاکان ما و شما از جمله بت پرستا بودند. وقتی که قدوم میمنت عظیم و برکات آمد ما و شما به دین اسلام مشرف شدیم. کویم تعالی الحمدلله شکر دین اسلام در اینجا جاری است و به خاطر میمنت عظیمی به خاطر از اینکه اینها در اینجا فتوحات کردن اسلام با پیروزی رساندن به یک نقطه اقوال سرزمین خراسان آمدن. باید به پاس گذاری باید سی سر ما عدای نره اوی سر ما حق از یا سر ما به خاطر از اینکه ارواحشان شاد باشه خوشنود باشه از برکت از این خداوند سر ما و شما رحم خدا کنه. دقیق است. اینجا به نام شاهد و شمشیره یاد میکنن. این گپ دقیق است یا اشتباه است؟ این اصلا حضرت شاهزاده لیث است. شاهزاده لیث ابن عباس رضی الله و جناب حضرت عبدالرحمن ابن عوف که شاهزاده لیث به سر نواسه کاکای حضرت نبی کریم صلی الله علیه و آله و حضرت عبدالرحمن ابن عوف از جمله اصحابای نبی کریم صلی الله علیه و آله که هم حافظ قرآن عظیمشان بود در وقت نبی کریم صلی الله علیه و آله. اینها از اینجا حرکت کردند در زمان حضرت عمر رضی الله عنه که خلیفه اسلام بود. در زمان حرکت کردند اینجا جانای خدا به جانای شهادت رساندند و دین اسلام با کامیابی رساندند که یک به استیزی و تطبیم صاحب انصار رفت، یک استیز گردنی صد شده یک دیگه شب 102 تفر از اصحاب نبی کریم صلی الله علیه و آله در گردنی شده است که جمله اصحابای نبی کریم صلی الله علیه و آله که در اینجا جانای شیرین خدا با شهادت رساندند و یا اسلام پیروزی کردند. اسم مجاهدین خودپرست و نفس‌پرست و هواپرست و دیگر نبودند، از جمله اصحابای بودند که خاص به خاطر رضای خدا به خاطر دین نشر دین حضرت دین اسلام یا جلوی خدا پیدا کردند. مسئله پول پیششان نبود، مسئله زر پیششان نبود، مسئله شهوات پیششان نبود، فقط الا فی سبیل الله در راه خدا یا جهاد کردند. از او به دست ما شما قضارش است. بله بسیار خوب. خب شاهد و شمشیره کیست؟ امیر به نام شاهد و شمشیره میگه افوات است که میگه دو شمشیر چی میگه حقیقت نداره. این با کتابای تاریخ ما خودم ندیدیم چی از دل خود بگوییم یا نشنیدیم و با نام شاهد و شمشیر یعنی دو شمشیره بود. آدم مرد دو شمشیر بود دیگه با دو شمشیر جنگ میکرد یا چی میکرد. بعد کتابای فتوحات با خودمون نخوانیم اگه باشه ما دیگه کدام عاجز هستیم از گفتنش. سلامت باشین. خب شما اینجا میایین به خاطر اینکه به اصطلاح برای زنا دعا کنین. از یا چیزی میخواین یا نه؟ هر کس از کسی خاص کافر است الا خداوند. باب وسیله شما یک دفتر که دارید در شریعت با اسلام قرآن محمدی است، یک باب با نام وسیله. این با خود باب وسیله به این معنا که حضرت نبی که حضرت آدم علیه السلام پدر موتو و مادر موتو بی هوا تا زمانی که نام حضرت نبی که صلی الله علیه و آله در معراج نگرفت خداوند توبهش قبول نکرد. پروردگار جل جلاله گفتی ای آدم اگر روز اولی گپ میزدی و تو میباشیدم. این یه باب وسیله است که خدایا ما گناهکار هستیم مگه برای دوستان برای مردان سلام و رحمت کنی. این باب وسیله است. این رو وسیله قرار میده. باب وسیله یک باب از دین اسلام در شریعت قرآن محمدی کتابای فقه حنفی یک باب وسیله. بله. شما تو مطالعه کنید بعد باب خوب پیش رفتید بعد میفهمید که باب وسیله یعنی چی مانا. تو نه که این مستقیم تو بگویی یا شده شده این کار کنه. این کفر میشی به خاطر شرک آوردی. باب وسیله که خدای ما خو گناهکار هستیم. ما خو ریشه قضا کردیم. ما
اسیان کردیم ما فرمان تو بجای کردن نداریم اگر تو ما سر ما بخشی برحمت کنی یا با نام قرآن بشان یا با برکت از شخصای یا با کسایی که خاصای درگاه است کسایی که پیش تو مقرب است ما رحمت کنی این باب وسیله است. سلامت باشین مامای قدم. یک جان تشکر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جان جورت بادر جان. سلامت باشی لطف کردی. میشه خودم معرفی کنی؟ نام مزل ملنگ است. ملنگ تمیم شیبان سال است. چند سال میشه اینجا ملنگ هستی؟ یک 60 سال میشه 62 سال. خب امی منظور از ملنگ بودن چی است؟ منظور از ملنگ بودن اینمی است که با عبادت باشی، با خدا باشی، با تکبیر باشی و خدمتگار ولیای خدا باشی و خداوند خدمتش میکنی و ولیایش هم خدمت کنی. بسیار خوب. یعنی مثلا چی رقم خدمت میکنی با اولیاش؟ با اولیاش اینمی یک جورو میکنیم، یک پاک میکنیم، یک صافی میکنیم، دیگه چیز نمیکنیم. خب میشه معلومات بدی در رابطه با می زیارت مربوط کی میشه؟ چند سال است که جا؟ این مربوط کس نمیشه، این مربوط خاندان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است. منظور مربوطی که یعنی کی اینجا خفته؟ یعنی اینجا قبر کی است؟ مرقد کی است؟ مرقد حضرت شاهزاده لیث بن قیس بن عباس پیش حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است. این بچگاه‌های حضرت محمد اون مسجد با این زیارت چی ارتباط داره؟ این مسجد که هست اون مسجد به نام از میستک. او را عبدالرحمن پاشا جور کرده. بسیار عالی. به خاطر نام از این زنده‌بانه در پهلوش یک مسجد هم بله هسته. این مسجد که هست یه از تاریخی بسیار قدیمه. خب در جای از این مسجد که میبینیم به جای امی تعمیر قبلا هم کدام تعمیر دیگه وجود داشته؟ نه. خب این تعمیر مسجد که میبینیم مثل دیگه مسجدهای افغانستان نیست. دیگه مسجدها فرق میکنه با این. علتش اگر میفهمین بگین که چوری مسجد با دیگه مسجدها فرق میکنه؟ این مسجد که هست از دوست خدا است، از خاندان نبوت است. سبا چهارشنبه ختم داره میجه. بسیار خوب. یک جان تشکر لطف کرده. بیننده های ارجمند، خوشبختانه که با امام همین مسجد ما امروز سر خوردیم و صحبت های شیرینش در ادامه برنامه با ما داشته باشین. لایک و سابسکرایب را لطفا فراموش نکنید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
میشه لطف کنین خدا به بیننده های عزیز معرفی کنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قاری محمد سعید محمدی هستم، امام و خطیب مسجد شاهد شمشیر علیه رحمه. خوش شدم از معرفت. خب امام صاحب میشه لطف کنین معلومات بتین که این مسجد چی زمان ساخته شده اگر معلومات داشته باشین و از قبل اینجا مسجد بوده یا نبوده؟ مسجد شاهد شمشیره خو یک مسجد تاریخی، نه تنها که در قلب کابل بلکه در سطح افغانستان یک مسجد تاریخی است که بنا و تهداب ازی برمیگرده به عصر صحابه کرام. وقتی که مجاهدین کابل فتح کردند، اولین تهداب مسجد در سطح کابل مسجد شاهد شمشیر علیه رحمه است، بلکه قدامت تاریخی تهداب از این مسجد از مسجد پل خشتی و سایر مساجد دیگه کشور هم بیشتر و قدیمی تر است. بسیار خوب. خب این مسجد با زیارتی که در مجاور از این قرار داره چی ارتباط داره؟ خب چون کسی که در اونجا دفن هستند به نام لیث ابن قیس ابن عباس به می شهرت دارن و به می خاطری مسجد هم که در اینجا ساخته شده است به مون نام مسمى است، چون در کنار یکی دیگه قرار دارن. بسیار خوب. یعنی به ای که اسم از او زنده باشه این مسجد بنا شده. خب این مسجد نسبت به سایر مساجد در سیستم معماریش فرق داره. آیا معلومات دارین که چرا به این شکل است و این نسبتاً مدرن معلوم میشه نظر به تاریخچه‌ای که اسلام در افغانستان آمده؟ خب اصل مسجد که در او عصری که ساخته شده بود به این شکل نبود. این بنایی که فعلا ما شما میبینیم این در دور سلطنت شاه امان الله خان که به همکاری مالی مادرشان که تاریخچه‌اش هم در اونجا نصب است، در 1306 این بنا ساخته شده است به همکاری انجینرهای ترکی و افغانی ما. یعنی این مسجد کدام الگوی از یک مسجد ترکی هم داشته؟ بله بله، همین ساختمانی که شما میبینی شاید بسیار جا ساخت و سازهای ترکا را که ببینی به می شکل هستند و این بنای فعلی تقریبا به 100 سال همین بنا میرسه. بسیار عالی. یعنی قبل از یک مسجد دیگری بوده با یک شکل و شمایل دیگری، سپس در دوره امان الله خان به این شکل مدرن سازی شد. بله بله دیگه قبلا چون آغاز بود اونجا امکانات مادی مردم بسیار کم بود است، به توانایی که داشتن در اون وقت یک مسجد خردی بر شکلی که بود است و این تعمیر مدرن و این تعمیر زیبایی که حالا شما میبینیم که 100 سال از این سپری شده است، هنوز هم امو زیبایی خود، امو اصلیت خود ای از دست نداده، روز به روز جذاب شده میره و بسیار خوب در نظر بینندگان بسیار جالب و عزیز دیده میشه. عالی. خب خوب است که یک عالم دین همراه خود داریم. در رابطه به این که برخورد ما با زیارت ها و مقبره ها چگونه باشه، یک نحو دیگه در تارپود جامعه ما جای گرفته. از نظر دین و از نظر شما باید چگونه همون مرقد متعلق به یک ولی باشه، چی به یک فرد عادی باشه، باید چگونه هم رایزو برخورد کنیم؟ خب ما شما همه بندگان الله جل علا شانه هستیم. ما امر به می شدیم که ما الله را پرستش بکنیم. جز الله به هیچ کس و به هیچ چیز و به هیچ شخص ما نباید سر خم بکنیم. بناهن کسی که در اینجا دفن است یا در جای دیگه دفن است، فقط اینا حقشان ای از بالای ما شما وقتی که میریم برشان دعا بکنیم و این روش و طریقه پیغمبر علیه السلام هم است که میرفت سلام میداد. السلام علیکم یا اهل القبور یا اهل دیار المسلمین، انتم سلفنا و نحن ان شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا و لكم العافیه. این دعا را در حق اهل قبور میکرد، بر از اونا دعا شود. از اهل قبور چی عام باشه چی خاص باشه،
از اونا چیزی خواستن، عذر و معذرت خود پیش کردن، نیازهای خود بر اونا پیش کردن، حاجات خود پیش کردن یا نظر بردن در اونجا به نام از او، این شرک است، این گناه است، این درست نیست. میخوایم به موضوع کم عمیق‌تر بپردازیم. یعنی به هموطنای ما بعضن به ای که فکر میکنن خود ما گناهکار هستیم، اگر یک ولی را واسطه شویم دعای ما زودتر قبول میشه. این چقدر جنبه شرعی داره تا فکر عرفی؟ ما وسیله میتونیم توسط اعمال نیک خود پیش بکنیم، چون برنامه تان وقتش کم است، نمیتونیم که در اینجا ما مفصل علمی صحبت بکنیم. بسیار مواردی را ما در دین داریم که به اعمال نیک وسیله شده است. یک کس نماز بخوانه، الله میگه که من از همه چیز که برای شما نزدیک هستم، بلکه از این رکه های گردنتان هم که من برای شما نزدیک هستم. وقتی که این تو یک ذات ما داریم که از در وجود ما چیزی که از او هم برای ما نزدیک است، یک کسی که در زیر خاک دفن است و خیلی فاصله داره، که یک دفعه میریم پیش از او با زور وسیله پیش میکنیم، آیا او قبول میشه یا نمیشه، از او را میپذیره یا نمیپذیره؟ ما تو خود زنده هستیم، حیات هستیم. تا وقتی که انسان در قید حیات باشه، تا وقتی که نفسش در وجودش است، دروازه توبه بازد، با تمام گناه ها و معصیت و ظلم و تعدی که کرده باشه، بازم پروردگار وقتی که رجوع بکنه، الله غفور و رحیم است. امید است که پروردگار این را ببخشه و معافش بکنه. بسیار خوب. یعنی بیننده های عزیز، از این درس میگیریم که مقابر و زیارت ها همه قدر درست است که ما زندگی اونا را اگر اشخاص خاص باشه الگو قرار بدیم، اما وقتی که از این دنیا رحلت کردن نباید اونا را وسیله قبولی دعا فکر کنیم، چون مبنای شرعی نداره و تا فرد حیات داره در توبه باز است. میتونه هر قدر که گناه کار باشه، خداوند از گناه از او که بزرگتر است دعا کنه، خداوند انشالله که اجابت میکنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر. بسیار زیاد تشکر از شما. خب بیننده های عزیز، از مجموع مصاحبات چنین دریافت میشه که زیارت در کنار از این مسجد بنا شده است و این مسجد به خاطر یادبود وی قرار داده شده و فعلا در این مسجد نمازهای پنجگانه، نمازهای جمعه و همچنان عیدین ادا می شود. خدا کنه که برنامه امروزی مورد پسند شما قرار گرفته باشد. تا برنامه و روایت دیگر همه شما را به الله منان میسپارم. الله یار و مددگارتان.